Soyib Divan Said Kamoliddin. Ramazonov Najmiddinov. بله غالبان مرحله های پیشینه دو دور هر دو غلبه به دست آوردند. چمپیون جهان در میان جوانان در رشته سامبو، چمپیون آسیا در سامبو میرزا جمیل رمضانوف. انا همین رقابتی خیلی و خیلی صمیمی خواهد بود. نیروسنجی در مرحله البته نیمه نهایی است. هر دو پهلوان ارزنده‌اند براسی. کسی گفته نمیتواند که این افضلی دارد یا این بهتر است در مرحله نهایی. اکنون کسی زحمت و مهنت و تلاش بیشتر کشیده است. در میدان موفقیت مال اوست. هر دو پهلوان تحت رهبری رؤوف حکومت و مشورتی میکنند. از وضعیت خیلی مشکل محمد شریف نجمیدینوف رها یافت. نزدیک شدن با میرزا جمیل بسیار خطر دارد. یک بار اندک اشتباه کرد و قریب بود که دچار ناکامی شود. اکنون این مراتب باز هم ببینید حرکت های خیلی پهلوانان وزن تا 75 کیلو رو. آی 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 نیست یگان نتیجه. به هر دو احسن. بسیار هم قوی ارادگی هر دو رو در میدان میبینیم. حالا باز هم اکنون هر دو ایستادگری دارند. محمد شریف سری سیوجی، سری اوستین، بله هر دو هم دست فشوری دارند. باز رقابتشان ادامه می‌یابد. میرزا جمیل در دقیقه اول هم جسارت کرد. محمد شریف میداند که نزدیک شدن با این پهلوان بسیار خطر دارد. زود سر زانو نشیند یا زود خود رو از این حالت رها میکند، چون که وضعیتش مرکب‌تر می شود. این اصول سر کتف نمیتواند از میرزا جمیل امتیاز گیرد، اما به هر نوع آگاهی با میرزا جمیل برای زود از میدان بیرون شدنش. جایزه‌دار چمپیونات جهان اوید با کشتی جودو نماینده فدراسیون روسیه ستانیسلاو ریتینسکی. باز هم مبارزه پهلوانان ادامه خواهد یافت. در میدان
نیروسنجی این دو تن پهلوان تاجیک حالا امتیاز رو نمیبینیم. رمضانوف آگاهی دارد، حرکت نیست. Azatov Erkin Uzbekistan, Dastak Omid محمد شریف، Iran. محمد شریف در حالت خوب است. میرزا جمیل اندکی عقب نشینی دارد. Azatov Erkin, در ابتدا برعکس بود. اوی اوی یک حالتی خیلی هم مشکل تر برای محمد شریف نجمیدینوف بود. Borec Belый صورت افزایی представитель Республики Узбекистан. از جانب محمد شریف اکنون بیشتر شد. بله، Борец зелеными атаками представитель Исламской Республики Иран Omid Dastak. حرکتی دیگر باره بعد از ایست در زمین این در گوشین ملی رایج نیست. دقیقه آخرین مبارزه میرزا جمیل رمضانوف در دقیقه های اول بسیار هم با سرعت پای در پای تلاش کرد، مبارزه برد. چمپیون آسیا و جایزه‌دار چمپیونات جهان است. نماینده جمهوری اسلامی ایران چمپیون جهانی اوید و کشتی کراش می‌کشد. 30 ثانیه. میرزا جمیل آگاهی دارد. محمد شریف یک حرکت دیگری. میرزا جمیل پیش پا، پشتی پا حرکت میکنه، سری کتف توجه میکنه. در 17 ثانیه تنبیه به میرزا جمیل. اصولهای ممنوع البته اینجا باید نظارت کرده شوند. همون چرخگردی با اصطلاح ملنیچ هم در جریان رقابت باید استفاده نکردن. بسیار هم محمد شریف نجمیدینوف هم آگاهی گیری و در نهایت هم یک ثانیه دیگر. با همین ترتیب میرزا جمیل رمضانوف از نتیجه دلخواهی مسابقه محروم شد، چون که یکی آگاهی دیگر باره تنبیه گرفت. محمد شریف نجمیدینوف در این دیدار غلبه به دست آورد و همین طور او در این سبقت به مرحله اساسی برآمد.